سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون توی مجموعه علمی آموزشی پسر دریا و مخاطبین برنامه کافه دریا. در خدمتتون هستم. آقای دکتر، میخواستم بدونم که هدف شما از انتخاب این رشته برای ادامه تحصیل در دانشگاه چی بوده؟ ببینید، اگر بخوام به صورت کلی صحبت کنم، دانشجویان مقطع کارشناسی به دو دلیل گرایش‌های خودشون رو تو مقطع کارشناسی ارشد انتخاب میکنن. یکی ارتقاء کیفیت شغلیشونه که از کارشناس به کارشناس ارشد تبدیل بشن. یکی هم بحث ادامه تحصیل تو مقطع بالاتر و دکترا هست. اگر بخوایم هر دو مبحث رو مد نظر قرار بدیم، انتخاب گرایش سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی میتونه حق انتخاب شما رو برای آینده شغلی و ادامه تحصیل شما به نوعی با توجه به بدیع بودن و تازه بودن این گرایش به نوعی اگر بخواید تلاش کنید تضمین میکنه. این رو به صورت نسبی در قیاس با گرایش‌های قدیمی‌تر مثل سازه و زلزله عرض میکنم. از چالش‌هایی که دانشجویانی که در این گرایش دارن تحصیل میکنن به چه مواردی میتونید اشاره کنید جناب دکتر؟ ببینید، همونطور که عرض کردم، بدیع بودن و تازه بودن این گرایش به نوعی ظرفیت رو برای دانشجویان فراهم میکنه و به همون نسبت هم کمبود فضاهای آزمایشگاهی، سختی کار توی جمع‌آوری داده و بحث نبود دیتا سنترهای مناسب توی این گرایش به نوعی شاید دانشجویان رو اگرچه بخوان توی بحث مدل سازی، بحث آزمایشگاه و غیره کار کنند، یه مقداری شاید بیشتر از دانشجویان گرایش‌های قدیمی‌تر اذیت کنه. بعد سوال آخری که داشتیم آقای دکتر، می‌خواستم بدونم که چه توصیه و چه پیشنهادی برای دانشجویان مقطع کارشناسی که میخوان در آینده این گرایش رو به عنوان رشته تحصیلی خودشون انتخاب کنن دارید؟ ببینید، یکی از مزیت‌های این گرایش اینه که شما همونطور که از اسمش مشخصه، بحث سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، شما اگه بخواید تو کار ساحل کار کنید و مدل سازی انجام بدید، بایستی با دیدگاه کامپیوتری و نرم افزاری شما ارتقا داشته باشه. بحث سازه‌های دریایی بخواید کار کنید، دیدگاه شما توی سازه و زلزله رو میطلبه و همینطور اگه بخواید بحث بنادر رو کار کنید، میتونید توی بحث مدیریت وارد شید و یا بین رشته‌ای توی گرایش‌های مثل حمل و نقل یعنی استفاده کنید از این موضوع. بحثی که میتونم به دانشجوها پیشنهاد بدم اینه که اگر بخوان تزشون رو چه توی مقطع کارشناسی ارشد بخوان ادامه تحصیلشون رو متوقف کنن، چه بخوان توی بحث دکترا چه در خارج از کشور و چه داخل ایران انجام بدن، انتخاب تزهای توی زمینه بین رشته‌ای، مثلا تلفیق مدیریت با بحث بنادر، تلفیق گرایش حمل و نقل با بحث بنادر، اتفاقاتی که توی بحث سازه‌های دریایی، ارتعاشات و غیره، این بحث بین رشته‌ای شاید بتونه دانشجویان رو کمک کنه که بخوان به اون هدفی که مد نظرشون هست توی بحث ادامه تحصیل یا ارتقای شغلی برسونه. دست شما درد نکنه دکتر، خیلی خوشحال شدیم.